الو. بله الو. الو. السلام علیکم اکا. و علیکم سلام. کما همه بفشی کارگری وزارت کارهای داخلی از سالهای هم پیش ما در همین وزارت کارهای داخلی با سعید فتا کار کردیم، با مراد دینمو تاریخ پرزیدنت او. آها. الو. بله بله. آه. اوز یکم یک مسافره که بردن اکا محکم کردن. برای چی اگه سعید پرزیدنت عزتالله شریف نمی برای محکم کنه؟ وقتی که بوینگ طرفداری میکرد، گروش بوینگ گروه را بوینگ میبرد. وقتی ما در وزارت کارهای داخلی میگم چند برو بوینگ و دست قبیدگی بردگیم که در MVD کار نمیکرد، چی سیستمی که سترش لیتن در وزارت کارهای داخلی. مهم. یعنی در وزارت نفرایی که مواد مخدر بیزنس میکردن اونها را دستگیری میکردن. اما ما نه ما هم وقتی اینمو در جایی که او از ترما آدمو گرفتم، من در اون وقت در سیزوی همو KGB محکم بودم با همون مردایی که همونجا بودن. خیلی که با همین سببای این مورد گفتی گپا همین کسی کارمندی که حقیقی های مهم. مثلا اشکارو آدمای فر نداره و کلان های آدم کتا کسی حقیقت نمیترسن میقبه میورن او را بوزی میبرورن. بله. شاید که تخمینه وزی که تخمینه قطعی مرد همه وظیفه را میفروشن. مهم. مرودک باشه بچه خش دیپوتات کرده که مهم. برای چی میدونی که پرزیدنت که برای چی همه صغیره خانه را نگاه میکنه؟ همه دخترکای یوشک مرودک با پرزیدنت هم میبره که ما قواق در این وقت نبود نگفتیم هم گپا و دیدیم که مسافر یک مسافر پهر نخود یا مسافر بری. بله. یعنی چندین معلومات ها هم یعنی بود که مثال دخترای جوان مخصوص آماده میکنن برای رهبری. نه که خود دمیوز برنامه را بین وقتی که پرزیدنت صغیره خونه میره و وقتی که دخترای کودکای مایده رو کامل نمیتن نگاه کو. وقتی دخترایی که با سین بلاغت میرسن کلونن کو بله. چیزا که تن بحثون دید نمیشه و اونها رو کرته اطلاس میگه پشونین و بعد با صحنه میبرورشون برای نبار میکنن با خودش. بله درست. همین دیگه. بله. بله. ما در 4 مدل دویر با پرستیتوس یا کار کردیم. ما در تمام یک سوها وقت مرو امی سعید فتایی که تپ تپک وقتی توف میکرد نوسش در من فرموش رخته میگشت و گفتی گپو گپ دهی جونا میگذشت. مهم. همو فقط وقتی که پرزیدنت شاروخ گفت که ما چی در این رجن چی پدر کنم گفت پدر من نچنی ویدیمون مهم. یا وظیفه بتگو سال خوب نه که جو فرما آوردنش گفت فرما نداره با فرمای خشب شون پیش پرزیدنت بوده. مهم. با امروز پات است بچه خیلمینی نارکمانش با هم مرا میبره محکم میکنه. بله. با روبره در یک نگاه با روبره هم جنتلمن نشان کرد. رستم بچه قتیل رستم بچه پرزیدنت حتیم رستم بچه پرزیدنت پرخور یک بچه بود خمیرش میگفتن همون بچه که خیلی که من بیزنس میکرد چکور میکرد کم کم برو همچه ماشین همون را بیشون میگفتن در تویکسون همون خمیر همون بچه که نه آورده بود همین دیگه همون بچه را پر زمان میگفتن بو در مکتب میخون روز هم چورپوس گرده که در مکتب میخون در کم مکتب میخون در بو مکتب نمیخون. دختر پرزیدنت ما در چوی گلبته قدی خیتوی و قبیدگی همین دیگه که این همه چیزایی که یو میگن همش سبساته همین دیگه که یا خودشون همشون در جنایت های خوشن که این جنایت رو مونا برام همه بچه هایی که در وزارت توزه کار میکن همه او را یک تا جا جدو کده گرفتگی هم. هر کسی که صادقانه در این وطن می خدمت کنه جای اونو نیست. اکا او کی اپراتینی که حلول اکا نسبت باری خیش باید اپراتین در دور سیوز وقت رو میگن که اپراتین که حلول در باید همراه خیش در اوپیده داشته باشه یا اوپیده را نمیفهمن همین کمپر داشته باشه نسبت نچرنی که خیش کمپر داشته باشه که نچرنی که من چی جنایت میکنه اون چی دورم کارپسیونی دیلا دورم ممکن اون کارپسیونی نداشتنی داشته باشه اپراتینی که نکی ندارن میان سیتواسیون ندارن نکی
من که چند بار بچه ها دایفی رو هم میبینم که ایشون حق بوتیل دارم میبینم چند بار زنگ دادم خیلی نگرفتن بعد دیگه چی نکردم. بعد وقتی که این بابای دونا را دیدم این خیلی نیست یعنی من ناو دیدم در دور ما خیلی نبود که وقتی نخود قانون نگفته که وقتی آدم جنایت کرد که او را حتما باید حبس کنی حتما تو را سود کنی یا مدت 5 خدیه کنی پریمری نه هست مثلا آدم یک آدم شایمونی دوره که آدم ممکن خیلی مستفید ممکن نه که بوده یک چیز دو ده هم آدم با خیر کردن نخود که خیلی در جنایت خیلی جنایت همون نهیدیم وقتی که جنایت هایی که میبینیم و حقیقت نداره بله هر جنایت نیست در دور مو گفتی گپو هر وقتی بود که بچهای سگروپ میگفتن بچهای کماندی رو میگفتن کو در کدگاه ما پیراتینی که او کار کردگن автомат قد برای پچکپینی پروندگن در پیش مودما در خرابولو برای پچکپینی دونه سیگارت پینی کو بله مصطفی کماندیر میگن دمو او محکم در ترما محکمش کردن هم مصطفی کماندیر گوش نمیکرد پرزیدنت گوش نمیکرد هم پرزیدنت پرزنوار نمیکرد هم بچه سورو یکم چی پرزنوارش نمیکرد یکم تایم درون عدل بودم میگفتم میبودم کی کار میکرد در وقتی 15 سومون بود 15 سوم میگرفتی اولی 15 سوم دارم دور کار میکنم 15 روبل اکا 15 روبل از اینو مردم که اولی میگیرن اولی میبینیم بومونو در 15 روبل کار میکردیم گفتی گپو قطعی همو با سردوخه میرفتیم. بله سلامت باشین برادر تشکر. این خلق بهتری نمیشه به جنگ یگم کار نمیشه میشونیم برادر همین میشونیم ان شاء الله مطمئن باش که خیلی قطعی نمیشه باقی یونم خیلی که هسته همین لبای جو کار با همی ای قرقیزستان کشور همسایه در یک شب در 4 ساعت عوض شد ما هم میشونیم خوب همین خیلی خب شدن در کار نیست. سلامت باشید برادر تشکر زنده باشید تشکر حتما میشونیم شای مردم بچه یک مردمی همسایه ما که مساحت هم از ما اهالیش هم از ما کمتر از در 4 ساعت انقلاب کردن یک نفری که در زندان بود آوردنش امروز موقتی رئیس جمهور است رحمانوف شرم نمیداره یا روبری 30 ساله تماس میگیره تبریکش میکنه عجیب اومدن شما با یک چیزی خوندم تبریکات رحمانوف میگه اومدن شما باز بالای سیاست امیدوار هستیم که داد و گرفت ما و معامله دیپلماتی ما خوبتر و بهتر میشه و در روندهای سیاسی باز هم استوار میشیم عجیب شرم نمیکنی چندم پریز پنجم رو برای کشور از ایوال میشه میرم میبینم یکی زندان یکی آزاد همین رفتن آمدن این نفر حال هم اونجا در از همین چیرویی کنه خسته نمیشه باشه همین نفر 5 بار شد مینویسه محترم فلانی تبریک پرزیدنت شدی بعد 3 ماه 4 ماه گذشت که بیا پیوروز یا تا دیگه محترم فلانی مبارک باشه بعد 4 سال 2 سال یا تا دیگه مبارک باشه تو ایزو نمیکشی چند بار مبارک باشه میگی مردم در پیش رفته اومده ایستن تو میگردی اونجا بس یا مو یک از دیگه تبریک بکنه یا که در اندونزیا در 10 سال در 15 سال چه بار آبخیزی و زمین لرزه میشه و یک مکتوب فقط در پشت میره و هم پرزیدنت اندونزیا باز میکنه اومای رحمانوف بعد از 5 سال اومای رحمانوف بعد از 10 سال اومای رحمانوف بچا اما میگه این میلاد یا دیگه صاحب نداشته باشه این کیه فقط اومای رحمانوف جناب ولی در ایمای خوب یک پشت اومده از کی از رئیس جمهوری تاجیکستان کو بازش اومای رحمانوف یک مشکل بعد از یک هفته بازم بعد از یک سال بعد از 5 سال بعد از 10 سال بعد از 20 سال بعد از 30 سال با همون مکتوب مردم خستش جامعه جهان از دیدن این خستش نم بس دیگه